إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. این سوره را به نام سوره محمد یاد میکنه چون که نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این سورت مشخصا ذکر شده. از او خاطر نام پیغمبر علیه السلام عظمت و بزرگی داره که کل سورت به نام از این مسما شده. نام دیگری از این به نام سوره قتال یاد میکنه به خاطر که احکام برجسته جهاد و مجاهدین الله تبارک و تعالی در اینجا بحث میکنه. از او خاطر موضوع مهم این سورت هم موضوع مرکزیش هم مسئله قتال است. 95م سورت است در نزول خود که قبل از سوره رعد و بعد از سوره حدید نازل شده. از امو خاطر زمان نزولش متأخر است. خود معلوم میشه که سوره مدنی است. در کدام سورت هایی که زیادتر بحث از احکام میشه حتما سوره های مدنی می باشه. در کدام سوره هایی که بحث عقیده خیلی زیاد میشه او سوره ها مکی می باشه. از همون خاطر است که سوره های مکی و مدنی برای خود علامات مشخص داره. ارتباط این سورت قطعی ما قبل الله تبارک و تعالی در ما قبل دعوت داده بود، یعنی اونجا موضوع دعوت ذکر کرده بود. در اینجا امر به قتال میکنه. زمانی که دعوت کارگر نشد مردم نمیپذیره موانع را ایجاد میکنه برای پخش عقیده توحید الله و از بین بردن فساد. باز دیگه امر به قتال میشه. یا است که در آخری او سورت ذکر شده بود فهل یهلک الا القوم الفاسقون، هلاک نمیشه مگر قوم فاسق هلاک میشه. الله تبارک و تعالی اینجا علتش بیان میکنه به خاطر هلاک میشه که و مانع هستند از برقراری نظام الله تبارک و تعالی یا ذریعه فساد هستند از او خاطر یا از بین ورداشته شود. در این صورت دیگه هم است. در صورت سابقه الله تبارک و تعالی بیان ارچار عقیده را ذکر کرد: توحید، رسالت، صداقت القرآن و بحث قیامت. در اینجا دو امر متمم یا ممد کمک کننده با 4 موضوع اصولی قرآن کریم اینجا ذکر میکنه. همیشه این نظریه ها و اعتقادات بدون جهاد و انفاق فی سبیل الله پیش نمیره. از همون خاطر موضوعات مرکزی قرآن کریم 4 است: بیان توحید، رسالت و صداقت القرآن و احوال قیامت. لیکن 2 موضوع دیگه قطعش لازم است که و معاون یا ممد است برای موضوعات 4 چارگانه. یکی انفاق فی سبیل الله، دوم جهاد در راه الله تبارک و تعالی. در این صورت الله تبارک و تعالی صفتای ممتاز منافقین، کفار و مؤمنین ذکر میکنه. به هر کدام 18 صفت ذکر میکنه. 18 صفت برای مؤمنا، 18 صفت برای کفار و 18 صفت برای منافقین. در اول الله تبارک و تعالی یک صفت مؤمن و کافر را ذکر میکنه. بعد از اون مقایسه در بین 2 گروه الله تبارک و تعالی بیان میکنه. البته ختمش مؤمن و کافر، عمل کرد و برنامه مؤمن و کافر، نتیجه که سری کدام سری برنامه ها عملی میشه او را الله بیان میکنه. سرنوشت کافر و مؤمن الله تبارک و تعالی در اینجا ترسیم میکنه. درس میده به مؤمنا که ای مؤمن تو در هیچ حالت شکست نخورده ای، هر حالتی تو پیروزی و کامیابی است، ولی به شرطی که آدابی که الله تبارک و تعالی از تو مطالبه داره اگر او آداب مراعات شود. بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبیل الله. الله تبارک و تعالی در اینجا 2 سبب ذکر میکنه. کسانی که انکار میکنه، برنامه حق، دلایل واقعی را تدبر و تفکر نمیکنه، انکار میکنه. و صدوا عن سبیل الله اشاره میکنه که سردمدارای کفر است که خود کافر شدن بلکه مانع دیگران هم میشه. از او خاطر سرسختترین گناه اینمیسته که آدم خود هم ده حق فکر نکنه و دیگران را مانع شود که نعوذ بالله طرف چیسته کفر دعوت بدشه و نگذارنش که راه حق بپیمایه. از او خاطر اینجا میگه و صدوا عن سبیل الله و منع میکنه از راه الله تبارک و تعالی. راه الله راه توحید الله است. چرا؟ راه شناخت الله است که الله را به یکتا پرستی انسان بشناسه و بعد از او تسلیم شود به برنامه‌ای که الله روان کرده توسط پیغمبر خود و او را به دل و جان بپذیره، او را حاکم بگردانه. الله نتیجه از یارا بیان میکنه:
اضل اعمالهم. الله ضایع کرده تمام اعمال از یاره. قرآن از یک طرف اشاره میکنه که شرک و کفر کدام قسم مرضی است. مرضی است که هیچ نوع صحت و هیچ نوع ثمره را بری تو نمیگذاره. مشرکین مکه بسیار میمان نوازی میکردند، به مردم نان میدادند، اخلاق حسنه داشتند، بعض عبادت ها و نظرها داشتند، غلاما را آزاد میکردند، صله رحمی در بین خود داشتند و امی قسم با همسایه‌های خود خوب احسان و نیکی میکردند، همچو اعمال نیک دیگری هم داشتند. لیکن چون که یا کافر شدن نعوذ بالله، مانع از راه الله شدن، امی اعمال نیکی از یار الله برباد میکنه. معلوم شد که کفر و شرک عبارت از اون اموری است که دیگه اعمال شایسته انسان هم مکمل از بین میبره. دوم اشاره به این میکنه که اضل اعمالهم، امو مردمایی که تمام عمر برنامه خود برای محو اسلام جور میکنه، تلاش میکنه که دین اسلام و مردمی که به این دین میپیونده واره مانع بسازه، الله حرکتشان، سعی و تلاششان بالکل ضایع میسازه، قطع خاک یکسان میگردانه. ما یقین داریم که هر قدر برنامه ها از طرف دنیای کفر علیه اسلام ساخته میشه، در انجام و عاقبت ان شاء الله یا مکمل محروم هستند، برنامهشان ناکام است و پیروز شده نمیتونه. چرا که الله وعده کرده چی اضل اعمالهم، کارای از یاره، کردارای از یاره در مقصد الله نمیرسانه، همونطور ناکام میمانه. در هر جایی که در برابر اسلام قیام شده، الله تبارک و تعالی او قیام ناکام کرده ان شاء الله. در افغانستان امام که کفار فعلا موجود است، خواد که یک روز دست به سر چیخ زده و فریاد کرده براین و بگویه که در بدر شدیم. امپراتوری های بزرگ از یا نخواد دینمی وضعیت باقی بمانه، بلکه کلش پاشیده شوه مثل روسا واره. و این وعده قرآن کریم است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، در مقابل از یا در مقابل کفار کیسته؟ و کسانی هستند که ایمان دارند، به دل و جان تسلیم کردن برنامه های الله تبارک و تعالی را، تنها به زبان نگفته، و عمل الصالحات و عمل درست انجام میده مطابق دستورات الله، واقعا خود تسلیم به نظام الله کرده. یکی و آمنو بما نزل علی محمد، تنها ایمان به دستورات الله نآورده، بلکه همین دستورات الله را در روشنی راه و روش پیغمبر علیه السلام عملی میکنه. و آمنو عقیده داره بما به آن چیزی که نزل نازل کرده شده علی محمد بالای پیغمبر علیه السلام، و هو الحق، و اینمی نظام و برنامه پیغمبر بالکل واقعیت داره. ایمان به الله و عمل صالح و همچنان ایمان به آن چیزی که بالای پیغمبر آمده، ای حق است، بالکل واقعیت داره. معلوم شد فرق در بین مؤمن و کافر دمیست. مؤمن برنامه واقعی را، یعنی چیزی که واقعیت عینی داره اموره پشتش میگرده و امور عملی میکنه. کافر همیشه پشت خیالات و پندارها میروه، چیزی که اساس و بنیاد نداشته باشه. یعنی فرق مؤمن و کافر است. امروز مؤمنان امام که همین قسم کورکورانه حرکت میکنه هر طرف، این مؤمن واقعی نیست. مؤمن واقعی کسی است که واقعیت‌های عینی را پشتش میگرده که حقیقت کجاست، اصل واقعیت در کجاست. او در این آیت اشاره به این میکنه که نمیشه تنها به اظهار ایمان به الله تبارک و تعالی و اعمال صالح را که به ذهن خود عمل صالح میگی قابل قبول نیست تا که عقیده نکنی بر روش پیغمبر صلی الله علیه وسلم. چرا دستورات الله نقشهش محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میده و توسط از او عملی میشه، بر ما نشان داده میشه. از همون خاطر هر کاری نیکی که مردم نیک میپنداره پیغمبر و صحابه نکرده باشه قابل قبول نیست و بر روش پیغمبر انجام داده نمیشه و قابل قبول نیست. من ربهم، اوتر واقعیت است، و من ربهم از جانب پروردگارشان است. چقدر فرق است. کفار همیشه رأی و نظریات ساخته و پرداخته خودت تعقیب میکنه، از او پیروی میکنه. اما مؤمنا واقعیت‌های عینی را پشتش میگرده، چیزی که اساس داشته باشه و از جانب پروردگار باشه که هیچ نوع خلل در او را پیدا نکنه. الله علیم است، قوانینی که ساخته مکمل مطابق فطرت انسان معقول است، هیچگاه تصادم نمیکنه. هر قدر زمانه گذشت میکنه، هر قدر چیزای جدید مخترع میشه، با قانون اسلام تصادم پیدا نمیکنه. چرا؟ این قانون الله علیم و خبیر وضع کرده، برخلاف مفکوره های انسانی مثل مفکوره کارل مارکس و نظام کمونیسم او اختراع کرد و او را آبیاری کرد، لیکن آخرش در شکست مواجه شد و ناکام شد. امی برنامه های امروزی
دموکراسی لعنتی هم یک روز قطع خاک یکسان است، هیچ وقت کامیاب نمیشه. چرا؟ یا ساخته و پرداخته خودی از یاست. کفر عنهم سیئاتهم، در مقابل کفار اونجا خو کلی اعمال کفار نیکیش از بین رفته بود، ضایع شده بود. تلاش و حرکت و کوشش هایشان که برای محو اسلام بود، قربانی هایی که دادن، مالایی که مصرف کردن، هدر رفت، هیچ به مقصد نرسید. لیکن بالمقابل مؤمن هر حرکتش، هر فکرش، هر عملش، هر گفتارش مکمل حساب شده است به نزد الله تبارک و تعالی. چرا؟ کفر عنهم، دور میکنه الله از یا سیئاتهم. نتیجه ایمانی نمیسته. کسی که عقیده میکنه چیزی گناه سابقه را الله چی میکنه؟ از بین میبره. الاسلام چی؟ یهدم ما قبله یجب ما قبله، ده حدیث میه. اسلام چیزی که ما قبل انجام داده مکمل از بین میبره. و اصلح بالهم، اسلام میکنه بالهم، حال از یار درست میسازه الله تبارک و تعالی. این نتیجه عملشان است. بال قلب هم میگه، حال هم میگه، صفت هم میگه. لیکن نه، امام راغب رحمت الله علیه نوشته میکنه بال عبارت از امور خیلی مهم است. آن چیزی که به انسان ارزش و اهمیت داره اونو امور به نام بال یاد میکنه. پس اینجا این معنا را داره. و اصلح بالهم، حالات پر اهمیت مسلمانان را الله درست میکنه. حالات پر اهمیت مسلمانان عبارت از زندگی دنیایشان هم است و آخرتشان هم است. پس اصلاح بال وقتی میشه که مؤمن در دنیا سر راه هدایت روان باشه و استوار و مستحکم باشه، هیچ تزلزل برش راه نده. اینی را اصلاح بال در دنیا میگه. و اصلاح بال در آخرت است که الله یی را در جنت داخل بکنه. قرآن وعده کرده، نتیجه مؤمن بیان میکنه. ذالک بان الذين كفروا، چرا اینطور حالت است که یکی اعمالش ضایع میشه، از بین میره، دیگه اعمالش ثمر بخش است، نتیجه میده. بان الذين كفروا، بسبب ازیسته که او کسانی که کافر هستند، اتبعوا الباطل، امی یک خط بس میکنه، امی مرز است. یکی تابعداری باطل میکنه. باطل عبارت از پندارهای باطل، خیالات، افسانه ها، نعوذ بالله، کارهای بیهوده، گفتارهای بیهوده و بی اساس، بی هدف. از همون خاطر است که عمر کفار بی هدف است، نعوذ بالله. هدف ندارن که ما چی میکنیم در آینده خود. از همون خاطر کارایشان بیهوده است و همیشه نعوذ بالله پندارهای بیهوده داره. و ان الذين آمنوا، کسانی که یقینا مؤمن هستند، اتبعوا الحق من ربهم، تابعداری امو حقی را کرده که از جانب پروردگارشان است، یا امو حقی واقعا از جانب الله است. یعنی چی معنی؟ حق از جانب الله می باشه یا تابعداری از او را کرده. حقی چه عبارت از چیست؟ واقعیت های عینی، آن چیزی که اساس، دلیل، هدف داشته باشه. اینی را به نام چی یاد میکنه؟ بگوی واقعیت های عینی. الله واقعیت عینی است، هستی است که دنیا را پیدا کرده، هیچ کس انکار کرده نمیتونه موجودیت الله را. رابطه که از انسان قطع الله سیا واقعیت عینی است. نظام الله تبارک و تعالی واقعیت عینی است. همه برنامه ها اساس داره، دلیل داره. چرا آمدیم، کدام طرف روان هستیم، چی هدف ما در دنیا آمدیم و ما کی هستیم. امی کل ازیرا چی به نام حق یاد میکنه. چرا؟ واقعیت داره. ولی کافر تابعداری باطل میکنه. قرآن کریم چیست؟ اینجا برای ما واضح میسازه که فقط امی کفایت میکنه که یکی پیروی حق است و دیگه پیروی باطل. یکی پیروی آن چیزی است که حقیقت داره، یکی پیروی آن چیزی است که حقیقت نداره، خیال است، همونطور گمان است. كذلك يضرب الله للناس، نمی قسم بیان میکنه مسلکی اینجا ختیمش کافر الله بیان کرد. همین قسم برنامه اعتقادی و عملیش بیان میکنه، نتایج کاری از او را بیان میکنه، سرنوشت کاری کفار را بیان میکنه، از مسلمانان را کلیش بیان میکنه، اما از مسلمان هم از کافر. یضرب الله، بیان میکنه الله للناس، برای منفعت مردم، هدایت مردم، امثالهم احوال اوصاف، یعنی مردم را اردو فریق الله احوال اوصافش بیان میکنه تا که مؤمنات درک بکنه، مردم درک بکنه که کدام را انتخاب بکنه. زمانی که برای ما معرفی شود که اینی را نوع خلل نداره و حتما در مقصد تو را میرسانه، دیگه خامخا امو تو را باید انتخاب بکنه. فاذا لقيتم الذين كفروا، الله ای آیت ها مثل مقدمه واری بود. چرا؟ آلی برای ما میگه که یکی پیروی باطل است، یکی پیروی حق، او حق و باطل با هم یک جا زندگی کرده نمیتونه، تکر و تصادم در بین واقع میشه. از امو خاطر است که مسلمان قطع کافر حتما در تصادم واقع میشه. از امو خاطر برنامه جهاد فرض است. الله تبارک و تعالی برای محو فساد
جهاد جهاد فرض کرده. مؤمن الله اصلی موضوع اینمی صورت هم همیسته که مؤمن چه قسم جهاد بکنه. جهاد مؤمن به کدام دستور باشه قرآن عالی بر ما بیان میکنه. فاذا لقیتم الذین، هنگامی که روبرو میشوید. مطلقی کافر کشتن نگفته. یک تعداد مردم ها اعتراض میکنه اسلام فقط کافر کشتن است دیگه اجرا نداره و این خودش فساد است، نعوذ بالله خونریزی است. جواب برش بگه. قرآن اینجا میگه فاذا لقیتم، وقتی که روبرو میشه در میدان جهاد. قرآن گفته مطلقی کافر نگفته. این ادعای از یاد در وقتی درست بود که در اسلام جزیه قبول کردن، در اسلام در زیر قانون عمومی اسلام داخل شدن و به مدین و مفکوره سابق خود باقی ماندن گنجایش نمی داشت. حالا که در اسلام غیر از مشرکین مکه که برای ازوا یا جهاد بود، قتل بود، یا اسلام پذیرفتن، به خاطری که مرکز اساسی اسلام است، باید در اونجا هیچ کسی طور نباشه که مفکوره غلط داشته باشه. در دیگه جایا هر کس در مفکوره و دین خود گذاشته میشه به شرطی که قوانین عمومی اسلام که برای تامین امنیت افراد بشر است اونو را بپذیره. باز اسلام به زور نیست، با جبر نیست که سری کسی مفکور اسلام و با زور با جبر تو بقبولانی. این خود میدان نبرد است، این خود میدان کافر آمده، مسلمان در مقابلش باید همونطور بکنه. وگرنه اسلام دعوت به قتل نمیده. خب وقتی تو میبرایی در قتل، این از کدام جای حرکت میکنی در این جمعیه، باز دیگه تو را بمانیم. قرآن باز با قاطعیت امر میکنه. چی میگه؟ فاذا لقیتم الذین، وقتی که روبرو میشوی امرای کسانی که کفر و کافر هستن. قرآن کریم نمیگه این نامش نمیگیره یهود نصارا فلانی فلانی فلانی، نه. قرآن همیشه دشمنی شخصی با کسی نداره، ذاتی نداره. قرآن همیشه بحث از اوصاف میکنه. امو کسانی که کافر شده، او کسایی که کافر شده اگه بچه‌ت است، اگه پدریت است، اگه قومیت است، اگه یهود است، اگه نصارا است، هر طایفه که است، قرآن همینطور میگه. هم هرگاه روبرو شده به امرای کسانی که انکار ورزیدن از نظام پذیرفتن نظام الله، از حاکمیت الله، از اینکه قانون الله را نمیپذیره، فضرب الرقاب، پس زدن از زدن گردن بزنه. منظور است که اینجا با قاطعیت عمل شوه. ای تو نشوه که در رانمان بزنی چخ کنیش که کمی زخمی شوه. نه، موقع جنگ است، امی تو حمله بکو که یک دم از بین بره. دیگه منظوری از این آیت هم از پا در آوردن دشمن است. دشمن وار خطا کو، دشمن ای ترکو که دیگه هیچ وقت جرأتی پس قیام نداشته باشه. در موقع جنگ باید همینطور از شدت و همینطور از قاطعیت کار گرفته شده. این قرآن میگه فضرب الرقاب، گردن بزن. چرا؟ زود میمره، از بین میره، نه در جاهای دیگه. آلی مومنی تو رام نمیکنه که در میدان جنگ بره آلی دفع کنه که ما در گردن بزنم. اونجا خود که موقع برابر میشه. خب منظوری قرآن است که از جدیت کار بگیری، از قاطعیت کار بگیری. باز اینجا دلسوزی نداشته باش که ای را آیسته بزنم که نموره گفتن نباشه. حتی این همی قسم قرآن کریم براتون میگه این حملات کوبنده تانه، این ضربات خیلی غافلگیرانه تانه سرشان ادامه بده. از پیشت سستی نشوه. حتی تا یکی از خانتمو هم خواب خونا را ریختانده. از خان اصلا میگه تسلط کامل حاصل کردن سری دشمن، غلبی آشکارا سری دشمن کردن. وقتی که سری دشمن غلبی آشکارا ثابت شد دیگه تا او وقت زدن ادامه بده، حمله تا ادامه بده. اسخان یک صورت غلبه است. یک صورت غلبه نمیسته که میدان یک دم خون گرفته باشه. همینطور از امو خاطر است آلی از برنامه های مجاهدین کفار در لرزه است. در اون طرف حرکت کردن نمیتونه، میگه سر میبره، سر خود میبره. تو در جنگ آمده سر نبره دشمن باشی و با سریت نبره. این عجیب گپ است. الله تبارک و تعالی بعد از چی میگه؟ فشد الوثاق، که تسلطتون حاصل شد آل جلوی قتل بگیره. آلی چی بکنه؟ اسیر بندی کنه، فرست زولانه ها و زنجیرها بسته کنه، این مردم اسیر بگیره. تا وقتی که نمیتور غلبیتان حاصل نشده اسیرگیری شروع نشوه. چرا؟ به خاطری که تو اسیرگیری میشی از طرف دیگه اون حمله میکنه. در جنگ احد همونطور نشد. 50 نفر که پیغمبر علیه السلام گفت با هیچ وجه شما شریک ما نمیشه، اگر ما شکست میکنیم، اگر ما غالب میشیم، خود شما در برنامه ما شریک نشوه. پاس داری از اونمو دره شما بکنه. لیکن وقتی که مسلمان ها غالب شدن که کفار ده فرار شدن،
صحابه اختلاف پیدا کردن. سعید ابن جبیر رضی الله عنه سرلشکر بود، هر چی میگفت که نکنی پیغمبر ما را اینطور گفته، مردم خو خوش بودن، در موقع جنگ بود، جهاد بود، کلگی در میدان مبارزه غنیمت ها را جمع میکرد. فرو آمدن 12 نفر باقی ماند که خالد ابن ولید در وقت مسلمان نشده بود، از پشت سر حمله کرد، مسلمان ها باز به شکست مواجه شد. این به می خاطر بود که چرا پیش از وقت اسیرگیری را شروع کردن. قرآن میگه نه، اسیرگیری پیش از وقت نباشه، اول در میدان مبارزه بزن، خون بریزان، خون که جرأت از دست بدن، دیگه در عمر یا اینطور نکنن که ما در مقابل مسلمان خیسته میتونیم. این همی قسم الحمدلله این ضربات کوبنده مجاهدین است، یا تالی را کجاستن، یا خود نفهمیدن که ولای مسلمان ها چی انگیزه داره. سالا سر ما مصرف بکنه، بیلدینگ هم برا ما جور کنه، انشالله یک روز سعی میکنی که میلی تفنگ طرف تو دور میدیم. ایره یاد داشته باش، ایره باید قطعی خود در تاریخ نوشته کنی که افغانا از ما نمیشه. ایره باید بدانی ولو که هر قدر بی غیرت باشه هر قدر بی غیرت هم باشه، یک روز غیرت میکنه. چرا؟ موقع را میبینه، میدان میبینه، یک کمی غیرت در جوش میکنه. قرآن هم امیطور برای ما میگه در مقابل کفار در موقع نبرد و مبارزه امیطور جدیت و قاطعیت به کار ببری. فاما من بعد و اما فداء، اسیره که قید کردی بعد از اختیار برای توسته، غلام میسازیش، ایام اختیار امیر مسلمان است. و اما من بعد، یا احسان کردن است پس از اسیر گرفتن بدون کدام معاوضه فدیه ایره اعلام میتونی، برو بخیر احسان میکنی. و اما فداء، یا است که عوض میگیری، عوض یا مالی میگیری، عوض مالی گرفتن هم درست است، یا در مقابلش اسیر مسلمان ها را آزاد میکنی، اینی طور یک شرط سرش میمانی، یا هم سیسته، یا غلام میکنیش. در مورد قتل اختلاف علما است که یا بعد از اسیر گرفتن قتل شوه یا نه. راجع قولی است که هم کشته میتونه، خصوصا در موقعی که احساس خطر عظیمی کنی که اگر این را اعلام بکنم هنوز از حالات ما خبر شده، جرأتش اضافه میشه، پس در ما میآید، او طور اسیر بعد دیگر نمانی. خصوصا اسیرایی که خیلی محرک است و بسیار تاکتیکای جنگی داره، همیشه تو از او ضربه خورده ای، او طوری را بری تو جایز است که از بین ببری. حتی یتزع الحرب اوزارها، تا یکی بگذاره بنه الحرب جنگ اوزارها، سلاح خدا. جنگ چطور سلاح خدا بگذاره؟ مراد از اوزار بار سنگین میگه. از او خاطر مفسرین دو ترجمه میکنه، تا یکی جنگ بار سنگین خدا بگذاره. بار سنگین خدا بگذاره، ضرورت باور داشتن بار سنگین نباشه. او کی است؟ مفسرین مختلف تشریحات داره. یک، یا تا اینکه حتی تزع الحرب، اهل الحرب، اهل الحرب، تا که بگذاره صاحبان جنگ اوزارها، اسلحه خود بگذاره، تا همون وقت زده برود. اسلحه خود کی بگذاره؟ قرآن براتون میگه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، جنگ ادامه بده تا که شرک در سرزمین باقی نمانه. اینجا یا فتنه اینطور موقع نباشه برای کفار که مسلمانان را بزور دور داده رو ایست طرف کفار. فتنه خو 15 معنا داشت، در سوره بقره برای ما تیر شده بود. یک معنایش است بزور دور دادن مسلمان طرف کفر، یک معنای شرک است، دیگه معانی خیلی زیاد داره، منع کردن از مراسم دینی، کلی معانی در اینجا گرفته میشه. تا زمانی که صدرای پیشرفت و ترقی اسلام امی کافر است تو زده بود.